بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و مواله. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، الله سبحانه و تعالی روزها و نمازها و عبادات همه من و شما را در این ماه مبارک بپذیرد و قبول بکند. در این چند روز حالا هر کدام از فضای مجازی را همین که باز میکنی نفر میبینی به دستش سیبی است و صحبت یکی از مولوی صاحبه هایی که در افغانستان هست را نشر میکنه که میگه که این سیبی که با پول خود خریدی حلال است یا نه؟ میگن بله حلال است. میگه در ماه مبارک رمضان خدا این را بر تو حرام کرده، بعد آن سیب را میاندازه دور. ببینید دوستان عزیز، اولا معلوم نیست که جناب مولوی صاحب این صحبت را در کدام سیاق کرده. شاید هدفش اینه، والله اعلم. من ویدیوی کامل را ندیدم، صحبت کامل ایشان را نشنیدم. شاید هدفش اینه که میخواه بگه که وقتی شما روزدار هستی، با وجودی که اشیایی که حلال است برای شما، استفاده کردنش در حالت روزه برای شما حرام میشه. خیلی امر کاملا طبیعی است. یعنی آب، غذا، هر چی بر ما حلاله، ولی وقتی روزدار شدیم، وقتی نیت روزه کردیم، دیگه نمیتونیم از او استفاده بکنیم تا وقت افطار. باز وقت افطار میخوریم. من احتمال قوی میدم که هدف ایشان همین است، چیز دیگری نیست. گرچه با عرض تاسف ایشان و برخی دیگر از افرادی که منبر در دست دارن، با عرض تاسف گاهی اوقات حرفایی میزنن که واقعا بعضی از روایات ضعیف، بعضی از فتواهای بسیار یعنی دورادور که اصلا حقیقتا میشه گفت که فتوای شرعی نمیشه با آن نام گذاشت. به هر حال یک دیدگاهی از خود مطرح میسازند، اونم به نام دین، که باید این برادران ما و این عزیزان ما توجه فراوان داشته باشن. اول خودم رو مخاطب قرار میدم، بعد این عزیزان رو. وقتی ما میایم از کانال دین حرف میزنیم و وقتی قال الله و قال الرسول میگیم، به این معنا که مردم به چشم این به ما میبینن که این داره حرف دین میگه، حرف الله و پیغمبر به ما میرسانه. و همیشه همان سخن علی رضی الله عنه مد نظر داشته باشید که شما به اندازه فهم مردم با مردم و مخاطبین خود حرف بزنید. مبادا حرفی بگویید که نفهمیده مردم در دام تکذیب الله و پیغمبر نعوذ بالله بیفتن. یعنی او قصداً نمیخواد که الله و پیغمبر را تکذیب بکنه، ولی حرف زدن ما و گونه بیان ما و شیوه بیان ما و گفتار ما باعث بشه که نفر سخن ما را انکار میکنه و این انکارش منجر بشه به انکار سخن الله و پیغمبر. گرچه من این صحبت را خاصتا یعنی یقین دارم که اگر درست صحبت شنیده بشه هدف ایشان همین است، ولی از تمام ما قبل و ما بعدش کشیده شده همین قسمت بالایش مانور داده میشه که گویا یعنی چنین برداشت میشه که ایشان میگه شما در رمضان حق ندارید نه شبش نه روزش از سیب استفاده کنید. و این را هیچ عاقل نمیگه، هیچ هوشیار نمیگه، هیچ کسی که اندکترین عقل داشته باشه نمیگه، چی برسه به این که حالا چند روزی چند تا کتاب مطالعه کرده باشه و در کدام مدرسه چند روزی درس خوانده باشه. ابداً چنین چیزی ممکن نیست که این حرف را بگوید. بعد از اون دوستان گرانقدر، در این اواخر من یک نکته را متوجه شدم. به هر حال من یعنی حقیقتا دوست ندارم که خیلی زیاد روی بحث تئوری توطئه زیاد تأکید بکنم که همه چیز را توطئه بدانم، ولی در این اواخر یک سری حرکاتی را متوجه شدم که بعضی از رافضی ها صحبت های علمای اهل سنت را میگیرن، کوتاه میکنن، قطعه میکنن، یا خودشان را مثلا به شکل یک عالم در میاره و صحبت های او را میگذاره و انگار که ای داره خودش حرف میزنه. توجه کردید؟ و من ندیدم که این کار را با آخوندهای خودشان انجام بدن و من فکر میکنم که این هم یک حرکتی است برای زدن علمای اهل سنت و دعوتگران اهل سنت و بدنام کردنشان. برادر و خواهر بزرگوارم متوجه باش، گاهی اوقات رسانه ها کارهایی میکنه که شما حق را باطل بشنوید، باطل را حق بشنوید، خوب را بد بگویید، بد را خوب بگویید. یعنی گاهی اوقات این ترفند رسانه‌ای است. دقت کنید، این ترفند را خیلی متوجه باشید. زیاد یک حرف را تکرار میکنن و زیاد روی یک مسئله مانور میدن تا این که باطلشان را برای تو حق نشان بدن و تو تصور بکنی که حق همین است. حالا همین مسئله این جناب مولوی، من یقین دارم که حرفش همینه، ولی
با عرض تأسف به گونه‌ای نشان داده میشه که هر کس میبینه سیبی در دست داره و یه حرف میزنه و سیب رو میاندازه دور. یعنی زیر تأثیر قرار میگیره فرد. یعنی گستردگی پخش و نشر به حدی قوی است که فردی که حتی اصلا این مولوی رو نمیشناسه و هیچی هم در مورد مسائل نمیفهمه، همین هم در این دایره داخل میشه، همین هم میبینی یک موقف میگیره. چرا؟ چون تأثیر رسانه‌ای است یا بازی روانی است که در اذهان برا میاندازند و با ذهن و روان افراد این چنین بازی میکنن که تو نفهمیده در یک دامی میفتی، نفهمیده تبلیغات میکنی برایشان و نفهمیده این پروژه را داره پیش میبری. خیلی دقت کنید برادران و خواهران بزرگوار، همچنان که برادروار از عزیزانی که روی منبر میروند، عزیزانی که پشت دوربین می نشینند، خواهش من اینه که با اخلاق خود و با رفتار خود و با گفتار خود نباید فتنه‌ای برای مردم قرار بگیریم. یعنی مردم احساس بکنند که دین، اسلام، قرآن، پیروی از پیغمبر علیه السلام یعنی این. خیلی سخنان را باید سنجیده و دقیق و رسیده حرف زد. و خاصتا این که شما در این روزها میبینید که به صورت گسترده از بعضی از مولوی صاحب ها پخش میشه که شما میبینید که احادیث ضعیف، اقوال بسیار شاذ بیا در روی منبر برای مردم بگو. حالا اون زمان نیست که روی منبر جناب مولوی صاحب هرچی میگفت کسی نمیشنید جز همان دوربری هایش و جز همان طلابش و جز همان مقتدی هایش. فعلا صحبت هایشان را خودشان پخش میکنن، شما دارید برای جهان سخن میگویید. پس خیلی باید دقیق باشید، شمرده شده حرف بزنید، با دقت حرف بزنید، با دلیل حرف بزنید، با استدلال حرف بزنید. چرا که این از فقه و دانش سخنگوینده است که مخاطبین خود مد نظر بگیره که مخاطبین ما چی کسانی هستند، من چی کسان را مخاطب قرار میدم و شنوندگان و دنبال کنندگان من چی کسانی هستند، تا اینکه باعث فتنه نشود. یعنی بعضی از این افراد با عرض تأسف باور کنید که باعث فتنه شدن، یعنی به این معنا که افرادی نسبت به دین، نسبت به علما، نسبت به قرآن، نسبت به سنت بدبین شدن به خاطر عمل کرده اینها، به خاطر گفتار اینها و به خاطر رفتار اینها. بر صورت من بیش از این وقت شما عزیزان را نمیگیرم، فقط خواستم که این نکات را به خدمت شما بزرگواران توضیح بدم، شاید که برای بعضی ها مفید واقع شود. و جزاکم الله خیرا، در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.